ربنا صل على أحمد خير المرسلين وعلى. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. به مؤمنانی که کارهای شایسته کرده اند مژده بده که بهشت هایی دارند که از زیر درختان آنها نهرها جاری است. هرگاه از آن باغها میوه‌ای روزیشان شود میگویند این تجسم همان اعتقاد و اخلاق و اعمال نیکویی است که پیشتر در دنیا توفیق آن به ما داده شده بود و میوه‌های آنجا در زیبایی و لطافت شبیه به هم نزدشان آورده می شود و در آنجا همسرانی که از هر ناپاکی ظاهری و باطنی پاک شده اند خواهند داشت و در آن جاودانه خواهند ما. بسم الله الرحمن الرحیم. گزیده از تفسیر آیه مورد بحث. قرآن کریم می‌فرماید بشارت بده به آنانی که دل در گرو ایمان نهادند و کردارشان به نیکویی آراسته است که برایشان باغ‌هایی از سرسبز و جاوید، باغ‌هایی که جویبارها در زیر درختان سرسبزش روان است و هر بار که میوه به آنان عطا می شود می گوید این همان است که پیشتر روزی من بود، اما چون از اون می کشد در می یابند که طعم دیگر دارد، طعم و لذتی که در دنیا تجربه نکرده بودم و چه بسا مراد آن باشد که همه میوه های بهشتی به یکسان سرشار از زیبایی، لطافت و عطر خوشند، به آن که چون میوه های دنیا به درجه و مرتبه تقسیم شود. آره در قرآن کریم ایمان همواره در کنار عمل صالح آمده است، ولی ایمان پیشگام و پایه است، زیرا چون درون انسان نور ایمان روشن گردد این نور از روزنه های عمل بیرون میتابد و سراسر زندگی را نورانی می کند. برکات ایمان و عمل صالح بیشمارند. قرآن کریم بارها با آنها اشاره کردند. در بهشت نیز همسران پاک نصیب مؤمنان است، پاک از هر آلودگی جسم و جان. گاهی این همسران حوریان بهشتی اند که آفریده شده در همان عالم و چون مروارید سپید و زیبا، و گاهی همان همسران مؤمن دنیوی اند که در بهشت با سمای تازه و درخشان در کنار یکدیگر جمع می شوند. از امام صادق علیه السلام پرسیده شدند که مقصود از همسران پاکیزه چیست؟ حضرت فرمود آنان در بهشت از هر ناپاکی و رنج جسمانی چون حیض و آلودگی های دنیا به دورند. پیام‌های این آیه روشن است. مژده و هشدار دو بال تربیتند. ایمانی بی عمل ارزش ندارد و عملی نیک بی ریشه ایمان رنگ می بازد. محرومیت‌های دنیوی برای اهل ایمان در آخرت جبران می شود. در بهشت بیم فنا و زوال نیست، جاودانگی آرام بخش دلهاست و آشنایی با نعمتها لذت بهره‌مندی را دوچندان می کند. همان گونه که شنیدن صدای آشنا با دیدن تصویر از گذشته شور و شوق ویژه‌ای برمی انگیزد.
پس بهشتیان در باغ‌های سرمدی با همسران پاک در نعمتی بی پایان و آرامش جاودانه ساکن خواهد شد.